دوستان مهربان این ویدیو داخل داره برای کی کامنتر بد می نویسن، یعنی خیترو، آدمای بخیل، آدمای مسلمان، یعنی برای آدمایی که ایمان داره چی باشه نباشه مسلمانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان مهربان، فرزندامو بسیار در اینترنت ها میشونن اما نمیدونیم چه خیلی نماز نشون بدیمشون، یعنی طرز نمازخوانی. برای شما یک چیزی خوب، جای نماز بهترینی چی میگن، تز نماز یا تیک درستش برای شما پیشنهاد میکنم که در درنی سه تا بطری میخره گوش کنه با دقت. این 5 زبان داره، 5 زبان داره همین جای نماز. ما حرکت کنیم که تاجیکی شوی برکنیم تا که شما بفهمید. التماس همون کامنترهای بهترین تو را بنویسید و لایکات رو ببینید که تا پهن شوه یک مسلمان چیکار کنه، ای بهره بگیره. نه تنها از ما بخره کردن، بچه‌ای که همیا دارن برام همینجا بخرن. خوب بسم الله. همینجا سر میکنیم. این فرض نمازی بامداد مثال گپ. خوب این اذان شیخ بچه‌ای با زبان دیگه بده. اینه ازبک، روسکی، تاجیکسکی. خیلی اینا گکو گوش کنید. الله اکبر. الله. اینه نمازی پیشین. نمازی پیشین. نمازی بامداد. نمازی بامداد. با اسم میگذاریم. عصر. اینها وقتی نمازی عصر بعد از برآمدن پیشین تا فرو رفتن آفتاب است. شنیده شده چی نماز عصر دارای 4 رکعت فرض می بود. نماز خفتن. نیت 3 رکعت نماز ویتری واجب. اینجا پاوزش میکنی، با اینجا با میمونیش. اینجا میتونی دیگه زبان رو بونی. خلاصه از اینکه این جای نمازها برای شما برادر عزیز ویدیو کوتاه که التماس پهنش کنید. متروی لوبلینو کراسنودارسکی 66 کورپوس 2 رو پاروی بازار لوبلینو جای نمازها هست. دستافکه به همه شهرها رو با واسطه پشتر روان میکنیم. میتونه ان بگیره و زکات کنید. رقم‌ها در روی اکران 93 هم واتساپ هم تلفن کنید، در خدمتیم. نه تنها ما چیزا رو میفروشیم، دارو و جای نمازها، حجامه هم داریم که 2500 روبل. در این 2500 روبل چی میدونه دوستان؟ فی تابوچکا، دوش میکنی، مساج دستی، مساج اپارات، بانک‌ها ایخدمو خوناتون رو میگیرن. با ان میان یک قرآن یا جای نماز غوث با شما را پدرکه میشوند. خداوند حفظتون کنه. سربلند باشه. درد سرتون ببینیم. خلق مسلمان، خلق سربلندی تاجیکستانم. السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار.